گون کردن، عمل یا تمرین خودرضایی برای مدت طولانی بدون اورگاسم به منظور حفظ حالت برانگیختگی. زمزمه کردن، قش کردن، ارتباط گرفتن، تنظیم. عملی زشت و ناپسند به معنی غرق کامل در چوچول و چیز کردن است، به طوری که چهره و رفتار شما شخصیت یک فرد شیاد را به خود میگیرد. زبان بیرون آوردن، حالت چهره خالی، ناله کردن، زیر لب قرقره کردن. مردانی که چیز میکنن اغلب ساعت‌ها چیز شدن فیک را به چیز شدن واقعی ترجیح میدهند. این یک محصول دوران مدرن پورنوگرافی فراوان است. عملی بسیار کثیف، نجس و غیر اخلاقی که یک فرد برای دسترسی به نیازهای خود انجام میدهد. هر کسی که مقدار مغز تو کلش باشه اینو درک میکنه که نباید انجام بده. اگه از این چیزایی که گفتم چیزی نشنیدید بیاد راست باشید. شاید شما عضو این دسته ها باشید. شاید شما اصلا آدمی باشید که زبونتون رو میارید بیرون. ولی من قرار نیست تو رو سرزنش کنم، چون بهش کسی ربطی نداره. هر کاری دوست داری بکن. ولی من میدونم تقصیر کار این قضیه چیه. یعنی در واقع کیه؟ آمریکا و اسرائیل که دارن کل اینترنت رو کنترل میکنن. چطوری؟ با جنگ را میندازن که نتونن گونرها گون کنن. وقتی که جنگ تمام میشه حمله میکنن سمت سایت و گون میکنن و پولدار میشن با ویو هاشون. من تو این قضیه اغراقی نمیکنم، ولی ما در حال حاضر تو یک دوره زمانی هستیم که داره روز به روز فرهنگ گون افزایش پیدا میکنه و داره باب میشه. منظور از باب شدن فرهنگ گون اینه که عادی کردن شهوت رانی مزمن توی فضای مجازی. اگه بخوام دقیق بگم که این اوضاع کوفتی گون کردن از چه زمانی وخیم‌تر شد و به اوج خودش رسید، میتونم با قاطعیت تمام بگم از زمانی که همه تو خونه هاشون حبس شده بودن و هر چی از بیرون خونه به داخل خونه میومد رو با الکل و اسید و انواع اقسام مایع‌های شوینده مورد ضرب و شتم قرار میدادن. اون زمان مردم دسترسی نامحدودی به اینترنت داشتن. برای سرگرم کردن خودشون توی اون تایم به راههای مختلفی پناه بردن. یک سری از این موقعیت استفاده کردن که با خانواده‌هاشون وقت بگذرونن، برن سمت علایقشون، برن یه مهارت جدید یاد بگیرن. یک سری رفتن با دوستاشون آنلاین گیم زدن. یک سری هم که رسما هیچ کاری نکردن. ولی بعضیا راه خیلی جذاب‌تری برای سرگرم کردن خودشون پیدا کردن. تصمیم گرفتن که کل روزو گون کنم. خدا شکر میخوام روزمره گونه رو لیک کنم. کاملا جدی. روزمره یک بیمار مرده گونه اینه که از خواب بیدار شی، گون، غذا بخوری، گون، بری دیسکورد با دوستات حرف بزنی، بازم گون، دندونات مسواک بزنی، گون، بری رو تخت، گون و آخر سر بگیری بخوابی. 5 بار نماز خوندن در روز رو فراموش کنید و چیز ترسناک‌تر تصور کنید. این کرکسیفای چرب حداقل روزی 5 بار گون میکنن. اگه نخوام دروغ بگم، یکی از دلایل این مشکل اینه که کانتنت مناسب برای گونه‌ها دیگه فقط تو بخش تاریک اینترنت نیست. قبلا برای اینکه بتونن به اون محتوای مورد پسندشون برسن، نیاز به زمان و تلاش زیاد و نیت خاصی بود. هر کسی حالی نداشت که بره تو اینترنت و اینترنتو شخم بزنه تا به عکسی برسه که بتونه به اورگاسم برسونتش. ولی در طول تاریخ هیچ موقع از الان راحت‌تر نبوده، چه بخوای ببینی چه نخوای ببینی. استریم ها، ویدیوهای یوتیوب، ریلز های اینستا و تیک تاک و فاکین تبلیغات. الان این چیه؟ الان این جدی چیه؟ هر کدوم از اینا میتونن دلیل مناسبی برای گون کردن برای این بیمارها باشه. میرم اینستا یه دختر رندوم میبینم که ناگهان تو زندگیش تصمیم گرفته که یه ویدیو بگیره و کل ویدیو رو با اندام خودش پر کنه. و من به عنوان یه گونر همین دلیل مناسب پیدا کردم که برم تو کارش. اونم چه کاری؟ برم کامنت بذارم. یعنی واقعا چی باعث میشه که یه آدم تصمیم بگیره که همچین کامنتایی بذاره؟ میرم تیک تاک که شاید 4 تا پست با کیفیت تر از اینستا ببینم و فاکین یه پست کاملا رندوم از دختر بلاگر میبینم که نه تنها از این محتوا خوشم نمیاد و دنبالش نمیکنم، بلکه دکمه نات اینترست رو میزنم که دیگه برام ساجست نشه، ولی بازم ساجست میشه. میرم تو یوتیوب و واسه چیزی بدی اینجا ندیدم. یه چیزی که بین گونرهای سطح پایین وجود داره اینه که بعد از هر بار گون کردن بهت حس بی‌عرضگی و بی‌خاصیتی و از اینجور حسا به دست میده و همش با خودت میگی این چه کاری بود من کردم؟ دارم با زندگیم چیکار میکنم؟ من اگه به عنوان بچه بودم که به فضای مجازی و اینترنت دسترسی خیلی زیادی داشتم، اونم تو سال 2026، نمیدونم چقدر قرار بود آیندهم به گا بره. انقدری که محتوای گونینگ تو فضای مجازی داره ازش تبلیغ میشه که نگو نپرس. کی فکرشو میکنه که این باعث میشه نسل جدید نسلی با درجه سختی خیلی زیاد از گونرهایی باشه که پرورش یافتن که گون کنن؟ شاید ندونید ولی همه چیو گونرها کنترل میکنن. آقای رنگو، گونرها رو بتونی کنترل کنی آقای رنگو، همه چیو کنترل میکنی. داخل فضای مجازی هر ویدیویی که گونرها جذب بشن و براشون جذاب باشه، اون ویدیو بلا استثنا هم درآمد بیشتری داره، هم ویو بیشتری داره و همچنین بازخورد بهتری داره از لحاظ کامنت و لایک. امکان داره که شما هر فرد مبتلا به این بیماری مزمن رو ببینید، این طرز فکر رو داشته باشید که اینا فرق‌های خاصی با آدم‌های دیگه ندارن یا اینا حتی فرقی با خودشون هم ندارن. ولی متاسفم
اشتباهه. در واقع این بیمارهای معتاد به دوپامین تو سطح‌هایی که دارن دسته‌بندی میشه. مثلا اونی که سطح 1 گونر هاست احتمالاً حوصله‌اش سر رفته، هیچ کاری نداره دیگه انجام بده، برای همین میره گول میکنه. یا مثلا نیاز داره که یک مقدار دوپامین بیشتری به مغزش برسه که هنوزم میگم این بازم چیز بدیه، ولی بازم کم خطرترین سطح گونر بودنه. چون اگه شما به جای سطح 1 سطح 10 گونرها باشی تو دیگه یه آدم نرمال نیستی، تو آدم روانی غیر قابل درست شدنی که هر روز منتظر و هایپ ویدیو و عکسای بیشتری از بازیگر مورد علاقتی که انگار منتظر اپیزود بعدی یک از سریال‌های نتفلیکسی. اگه در مورد تماشای پشت سر هم یک برنامه تلویزیونی اطلاعاتی داشته باشی اینو میدونی که چیزهای با ارزش رایگان نیستن. آفرین، دقیقاً همین طرز فکر باعث میشه که شما چندین دلار بدید که اشتراک یه تولید محتواگر تو اونلی فنز رو بخرید. سر همین قضیه است که گونرهای سطح 10 هم از لحاظ عاطفی و هم از لحاظ مالی درگیرن. این گونر سطح 50 یک خبره که حتی براش 10 ترابایت فیلم هم کافی نیست و براش خسته کننده است. موجودات عجیب غریبی هستن که هر چیزی که میبینید رو به یک چیز جنسی تبدیل میکنن و لذت میبرن. افراد سطح 50 تا الان تونستن قدرت خودشون رو تو استفاده از هوش مصنوعی به اندازه کافی نشون بدن. تبدیل کردن هر موجودی که فکرشو میکنید به یک منبع برای گون کردن. چند وقت پیش گوگل یه AI داد بیرون به اسم VO3 اگه درست گفته باشه که واقعا هوش مصنوعی ترسناک و حیرت انگیزی. این AI تونسته از هر AI دیگه‌ای تصویرها و فیلم‌های با کیفیت تری بسازه و حتی دیالوگایی که میسازم پشم ریزونه. همچین دستاورد به این بزرگی فقط یک چیزی برای مردم کم داشت که چطوری میتونن باهاش خودارضایی کنن، که باعث شد ویدیوهایی به وجود بیاد که برای گونرها و چیزهای خوبی به نظر میاد. ویدیوهایی که تمام تلاششون جلب کردن توجه گونرهاست که رو دکمه زیر کلیک کنن و وارد سایت بشن. ویدیوهایی که تلاششون رو بکنن که گونرها رو مجبور به گوش دادن موزیکاشون بکنن. اگه برای شما متریال نامحدود برای گون کافی نیست و شما رو سیر نمیکنه، بهتون تبریک میگم، شما به سطح 100 رسیدید. شما الان داخل سطحی هستید که انقدر مغزتون دچار یک بیماری روانی چی دارم میگم، انقدر بیماریتون اوت کرده که شهوترانیتون غیر قابل درکه. شما دیگه این مشکل نداری که در معنای آن بگید که من این مشکل رو دارم و من دچار همچین بیماری ام. حالا من دارم در مورد کیا حرف میزنم؟ همون کسایی که داخل مدرسه میان با تو در مورد گون صحبت میکنن، میان یهو فیلم ها رو واسط پخش میکنن، میگن ناکن یا رو چقدر خوبه. و اما برای کسایی که به بیماری گون کردن دچار هستن، بذار یک توصیه بکنم که احساس میکنم واقعا قراره بهتون کمک بکنه. به این فکر کنید که هر موقع که حس تولید مثلتون زیاد میشه، به معنای واقعی کلمه میلیون ها میلیون چیزهای سفید رو تخلیه میکنید، اونم فقط برای یک بار. به این فکر کنید و تصور کنید که هر روز لیتر به لیتر از چیزهای سفیدتون رو برای فاکین یک اسکین فورتنایت یا یه دختر انیمه‌ای یا هر کوفت زرنماری که حتی از نزدیک نمیتونید لمسش کنید دارید هدر میکنید. به این فکر کنید. شما فکر کنید که من داخل ویدیو اوتاکو که ویدیو قبلیه که واقعا ویدیو شاهکاریه، برید حتما ببینیدش، حرفایی رو زدم که شبیه به حرفای این ویدیو بوده. یعنی داخل ویدیو اوتاکو گفتم اوتاکوها همش گون میکنن و از همچین چیزا، یعنی ویژگی اوتاکوها با گونرها یکیه، ولی نه، بحث گون متفاوته. درست اوتاکوها خیلی آدمای گونری هستن ولی صرفا گونرها شبیه به اوتاکوها نیستن. الان ساعت 9:30 صبح و من دارم ویدیو رو ادیت میکنم. این ویدیو رو حتما ببین، این ویدیو خداست، این ویدیو شاهکاره، روی این ویدیو کلیک کن و حتما این ویدیو رو ببین. مرسی، خداحافظ.